روغن سفر خود را از کارتل و مخزن روغن آغاز می کند. پمپ روغن را می مکد، تحت فشار قرار داده و به فیلتر روغن می فرستد. فیلتر ذرات بسیار ریز را حذف می کند و سپس روغن تصفیه شده را به تمام قطعات موتور می رساند. روغن به قسمت‌های متحرکی مثل پیستون‌ها و بولبرینگ‌های سیستم سوپاپ‌ها پمپ می شود تا آنها را روانکاری کند و امکان حرکت آزادانه را فراهم کند. این کار به جلوگیری از سایش، خنک کردن موتور و محافظت در برابر خوردگی کمک می کند. با گذشت زمان، روغن به دلیل محصولات جانبی احتراق آلوده تر می شود. اگر تعداد این آلاینده‌ها زیاد شود، ممکن است مشکلاتی در موتور به وجود آورد. با کاهش افزودنی‌های روغن ممکن است توانایی خود در محافظت در برابر گرما، سایش، رسوبات و لجن را از دست بدهد که باعث کاهش کارایی روغن و افزایش سایش موتور می شود. وقتی فیلتر روغن پر شود، روغن کثیف از مسیر فرعی عبور می کند و ذرات جامد را درون موتور به گردش در می آورد. این روغن آلوده می تواند باعث کاهش کارایی موتور و افزایش نرخ سایش شود. عدم تعویض به موقع روغن ممکن است به تعمیرات پرهزینه موتور منجر شود. علاوه بر تعویض مرتب روغن، انتخاب روغن موتور